سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز میخوایم با هم دیگه کامبوی 5 میلیونی تاریخ 25 خرداد ماه رو تهیه کنیم. خب برای تهیه مثل همیشه باید برید توی قسمت ماین و 3 تا کارت رو خریداری کنید. من خودم 3 تا کارت رو خریداری کردم و 5 میلیون سکه رو تهیه کردم. خب بچه‌ها، کارت اولی اسمش آیتیمه که باید برید توی قسمت دوم یعنی پرگتیم این کارت رو دریافتش کنید. وقتی که توی قسمت پرگتیم میگردید کارت رو مشاهده میکنید که این کارت میشه و وقتی که این کارت رو خریداری کردید یکی از کارتاتون تکمیل میشه و برای کارت دومی هم توی همین قسمت دقیقا روبروی کارت آیتیم میتونید این کارت رو هم دریافت کنید و وقتی اون رو هم خریداری کردید کارت دومتونم تکمیل میشه. و برای کارت سوم هم باید برید توی قسمت اسپیشل و توی قسمت اسپیشل من خودم یه سری کارت ها رو خریداری کردم و این کارت رو هم خریداری کردم. ولی من چون که توی خریدارش کردم اومدن توی مای کارتسم. خب این کارت اومده توی مای کارتسم چون خریدارش کردم. اما اگه شما این کارت رو خریداری نکردید میتونید توی نیف کارتس این کارت رو خریداری کنید و کارت سوم کامبوتونم تکمیل میشه و میتونید 5 میلیون رو دریافت کنید. خب بچه ها ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. تا یه ویدیو دیگه، خدایا رو نگهدارتون. لاستی لایک کامنت و سابسکرایب هم یاد نره. خدا نگهدار.